یک مرکزیتش بوده چی بوده، ولی چون که کلاتش ببین و بر منطقه حکومت بکنه نه. این تو در هر زمانی پیش از شی تو بگو بمپور حاکم کی بوده بلتر و ملک बिल्कुल बिल्कुल دزک هچی रैंदम ये मैं बलूचिस्तान و हुकूमत को شاید ना 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 कहाँ से ادعا نکن که रैंदम ये बलूचिस्तान हुकूमत को یعنی از در حکومتی تو بچه از در حکومتی من باید شخصا والله کشی بدون چی باشم که کلات محاصره بوده دست اقوامی که لعتی اصلا بنیاده اصلا چهارم چمایان ازا جدگالار یک شاخه مثل به هوا ازا البته لعتی اصلا میشه محمد حسینی و غروده ولی آیا بلی نو کلاتی واجه ها از میرشه حق کمک کرده میرشه حق کجای کولوانی در آزمان بچه که شما مالدار بوده چون مالدار صاحب کلان نه مالدار بروچ اینه 5 سال 2 سال دیگه بوده شما مهاجره در اصل اینه کمک بوده که رندم کمک کرده کلات جدش هم گرفته یک مدتی همونی بوده که و پدا کلات واجه در کرد اولی حکومتی که من برای رندان گرفته در کتب فقط سلمیه نو نو من سوال ایشیه که بارا چیزی حدود 500 سال ها ایدی بسطا اگر ما اشعار حماسهیه چه بکنیم همه جلال خان سیستانیه کشی ملک شمس دینه چوکار ملک شمس دیگه سوال نکنه جلا وطنوی یه اسخری مسیرویه نو خوتان کدیم حاکمه خوتان از زمان میر شهداد به ایدیم حاکمه میر شهداد نه خوت شهداد و تیمور خان دوشی انگریزی مقاله وان تا حتی معتقده که هو تو ملک و یک زیر شاخه چه هوتانه نه حاجه ملکان سیستانی که نه از بوده نه آیگوشی هو اصلا شده اول سیستان یه سیستانی دو کلان هو تا آی انچوگو این مقاله که نوشته تو بچه یک دیگه مسئله هم تو بچه وقتی اشعار حماسهی تو الان جا اشعار حماسهی که هسته تمام حتی ایده قبیله هم نوته و به یک شکلی وصل کرده 23 شجره مختلفه میری که رها که ای واجهان دیم داته باور بکنی یا رندش کرده وطه یا اولاد رسول صاحب سید مثلا حالا این مسئله شیوع پیدا کرده در بلوچستان چون آیم فخر بوده که یک فخر چیه دیگه حماسه‌ای مردم برش فخر کنه نو این دو سواله اگر ما ملکانه بگوشیم ما بیایم بگیریم 609 قمری 609 قمری شاید بگه در بمپور 609 قمریه واجه کاری نام هم مشخصه ما یای ملک کچکی پیت هنچوش یای 3 ملک دینار شانو میده 3 ملک دینار چهارمی که گچکی بوده به همه نام که این آخرین بوده که زمان نصیر خان زمان کشک بوده در تومپ نو شانه 2 ملک میرزا بوده 3 ملک حسینش بوده 3 ملک دینارش بوده ملک تاج الدینش بوده ملک جلال الدینش بوده و ملک شاه معروف به مظفر همچنان که من الان تصدیح لحظه چشان سالانش هم مشخصه حتی سال حکومتش مشخصه ایده ما چون بکنی یا ملک زوزن ولی زوزن سرباز کموته سرباز کلات کموته و تا جاش کم رفته و چه محنگ نشانی محموده ایده مردم مانینه و ما گنده رنده مثلا میشه 1492 وفات کرد میلادی نو
البته شی هم من سند دیگه نه غیر از که یکی نوشته تو بودن که بیتر بگی نو من مش لحظه چیز اضافیه در ایشی که شا قهرمان حماسه نه هیچ شکی نه، در ایشی که میر شاکری بود هیچ شکی نه، ولی ادامه حماسه اگر قرار بود فرصت تاریخ گار بکن بلوچی وسط، یعنی ما منحصر به خود و رند بزانه، به نظر من خیلی بی انصاف، خیلی بی انصافیه. بچه انقراض شما دانه، انقراض کیچستانی ملکانه 1623 میلادی، انقراض حکومتش در دستک زانه، انقراضش در بونپور هم زانه که با اختلاف 100 خورده سال رند از دستک در بونپور که شان ما چون بکنه واقعا ما اگر رو که تاریخ بودی باید شان بکش شان حکومتی مشخصه. اکثر ایواجه ها، اکثر ایواجه ها از روزی که حکومت بودن تا روزی که منقرض بودن که آچوکش بودن یا براته یا حتی از کتن شان مشخصه و تاریخ دارن بجایشان در جنگ بودن، در جنگ بودن در زمان صفویه، در جنگ بودن پیش از صفویه، حتی هم یک مورد در زمان خوارزمشاهیان بودن یا 1012 1012 قمری در چندین کتاب موجوده که ملک حسین سیستانی با همراهی میر افضل کرد زن یه دزک جمع 1018 قمری هنچو 1022 هنچو 1028 هنچو که تا کیچم روه 1022 البته تا کیچم روه شما ملک نامانش هم مشخصه نمارشانه خیلی بدهی خوتی بدهی فیندی بدهی خیلی بدهی شی من به نظر من بی انصافیه که با واجد تیمور تمام خان مسئله رو اشاره تو کنم. بچه لاتی گوشان نمیشو گوشان یک ملک یعنی بادشاه یعنی حاکم نه گجری تو که بله ملک نام مشخصه ها بده نه آوشان ملک هم ذاتی نه ملک به خاطرش یک حکومت تا مدتی نی گوشان ملکا ملکا در اصل ملک هو تا اما سیستان هو تا اما آیا که کان پده دا همی هو تا با اما اولا چون میر حمل شیخ حماسه قهرمان ملی مروچی باید ما یاد بکنیم، چون ندارم میر شاکر شیخ حماسه قهرمان ملی باید ما فکرین بکنیم چوش نه دیگه نه بابا در حمود هم اصلا شان رسم به از یک شاخی به ملکه گوری رسم تو ملکه گوری بچه ملکه گوری چیه آیا حوطه ره باید تیمور خان تو چیزی عقلی عقلانی ابری نه عقل گوام این چیزا خداوری شهر این مدت در بلوچستان که حکومت بود میر شاکر زمانه میر مختلفیت شاکر قوم وقت بیته گانا تو چا یہ وقتی که هوت کان اولا هوت کان سیستان نه یہ سیستانی بلوچ درو هوتا یہ رخشانی یہ سارانی یہ بغیر یہ تمام جز طایفه هوتا به هر حال من مشکل با قسمت با یعنی قسمت من تمام مشکل اکثر طایفه چه سرخ بگر تا بیا سیستانشون تمام جز زیر مجموع طایفه شهر فقر هوتا شما حوت بکنی یا آه رندش بکنی ما یہ موافق نیمگا نیست قبله نیمگا دل آشار زمین نادا یہ هم درو هوتا یا ما نیمگا دادا رو سیبی و ها علاقه تا بیا مند و یه زامران یه علاقه رنده یه دیگه قبایلان بار رو نزانم و چا بارکزئی و بلیدئی و نزان ایشان یه هنوگی نه تا انزان ایشان طایفه نه بابا آرنگی نه من دارم گوشم که اصلا 1600 و همین نودی نمیده بعد 1600 میلادی بلیده قدرت از ملکانی گیری دروته که چه 1623 میلادی ادام یعنی ملکان یه تردید اینه که بلوچ مسترین قوم دویم ریشه دارترین و دیرترین بلاز تاریخ همین هو تو رندن هیچ ایش تو که من عبری دیگه دارم تردیدی هیچ حکومت گشان تاریخ بابا من دارم تاریخ گشان من گوشم حاکم دزدک فلان کس و نگوشی من هوتیم نگوشی من رندیم گوشی ملک فلان آی نزان تاریخ نزان انو انو مثلا من 20 رگمان 20 گوش کن من تو عزیز حساب من بکنم ملک
کجا تا یک گوش کن. کیون تاریخ شعر پین کرد. آیا میرداد شاه کمال میشه می زمانگی من پین نمال مینو زمانگی نه همشه تاریخ خیلی حماسه لحظه چی داچا درو بلوچه نه موقع دول داچا میره نمیتونه خیلی بله خوب. دیگه نه 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 جرمشی نه، جرمشی نه بابا. منو باشا شی دوست تاریخی الان تاریخ ما حماسه. گوشین جزو تاریخ هم بله ما نچطور کنیم ما گوشین بل کوی بلوچیه نه خیلی خوب. همه مسئله در آیا هم همچی بوده. نگه ایشکی میر چاکری نمیده، میر چاکری بوده، سرداری بوده، سرداری قومی بوده که ولی من اونشا حکومتی نبوده ایده. او شاکر یا حکومت نمیته نه شاکر ولی حکومت من نبوده غیر از سبی تا برو به طرف ملتان شاکر شهر ایده نه حکومت نبوده. بله ये तमाम ये बलूचिस्तान शुमाली इलाका जाता बगैर द कलाता दम बरो تا بیا کلات کلاتی هم نبوده. बोला کلات कलाती ये نه. द्रो ये द्रो अन्य बोक्टी मोक्टी वगैरह वगैरह ये द्रो ये हमें रेंद पार्टी भी तगा تا مرد من ارزان بله کو کلات موقتا بوده پدا هم رفته به طرف مثلا سنده چین. هوت گشترن سنده هوتان میچی سند تو خب که سندان گشترن خود که حکومت بوده بابا، سندان آه حکومت بوده. سندان در سلطانپور هم هوتان فلان هوتان یه درو خودش میزن حکومت بوده بابا. من آه این بلوچستان باشم غیر میشه از سبی مرکز حکومت بیتشن سبی دادر حکومت بله مرکز بابا داره ایده هیچ وابستگی به سبی نبوده. ایده همه ولی هیچ یا بری چمدا چه وابستگی. گواسته شته وای تیمور خان چمدا چه گواسته شته نه بس برو گونش زیر بابا زیر شاد چه بود این وعدی بابا این تاریخی که آیان بشه ایده حکومت ملکان بوده. بله بلوچن یا که پت چوک نه واسه نه چه کجا آسمان ټوپته ها چون شما باشه پاگه میرم زیدی اگه ما آیان شجره قبول کنیم میرم زیدی. نه اصلا بیت که مثلا بلوچ 50,000 نفر چوک نه واسه نه نه یک چون نفری چوک نه واسه نه چوک قبایل قبایل من جز ایشیا من جز یا من دوست مشورتیتون گفتم که من گفت ما این تاریخ وسط چون آیا تاریخ ما بریم اگه آجا که من گوشته مثلا ماشیا یه رنگ دارم من گوشته خب یه یعنی مکر وجنی فعلا ما را نوکین چیزی یا نیم ماشه دست مجنی بل نکر وجنی بل فعلا بشه بدار جو افتخارات به می بله بابا آلا نه بلا از اکادمیک من روچی نگوشته هسته، نه روچی هسته، حکومتی هسته، مرگی هسته، عزلی هسته. حتی چیشا دو نفر چیشا یکی اسفانج برده که مود جیل بوده به نام ملک شمسدین. یکی رفته اصفهان پناه بوده علیه ناکوز حتی که با کمک آن پده بمپوری حتی پده هم شبتک بلیده یم کشته همه باجی کاره ملک میردایه ایشی تحنکا یعنی تاریخ ایرانی ها نوشی تحنکا هلندی هم نویسی که میشه من دیسته ایام نوروز ایده فلانی جلسه بود فلانی جلسه بود فلانی ایده من جز کتا چونه شان که 5-6 نفر بود اگه باجی کار یک که حتی پوچی بشی پاگی بشی رنگ پاگیانه دوچانی بشی شالی که بری بوده روشی شان دیگه جز تاریخه ما نتوانی منکرش ببین هلندی مردک نویسی یا آلمانی ما چون کنی شان ما نتوانی حذف کنی نه نو ایده ما گیر کرده ما اگر شان حذف کنی وجدان نجات نره. شعر حماسه‌ای که ما به صورت الان به صورت حماسه به صورت قهرمان ملی ما بیایم به خاطر اشعار ایکس فقط این تاریخ 520 ساله چه بکنی ایشی هم نمونه حقی ما یکی قبول کرده نکرد این وجدان ما قبول کرد. من عرض تمام فقط جنبه چون این مسئله تماچی هستن تو تاکید کو که نه ایشی برای ما شرایط و تاریخ پتری آنچو های ماکران دا با آش پیاتون تایت بیتون سیاسی لحاظ رنگ تو دو سیبا من آقای یعنی جلسه تو آدی مشخصه اشعار واره هست. مالوتون بگوشون که نه آن دست مجنه پیرال بله میدو مشون تایتیم فعلا تایتیم بله نه حتی الان اما شب پیش من خبر پرتگاه پیش از یا جلسه که الان من رفت تو توجه قدیمی
من کمی که اب کرتگت پشتاش بر من دشمن نوشته گد و نوشته ما بر ما چون بکنی این واقعا ما نه من ابر تیگه حقیقت تیگه ابر نه مرد باید ریسرچ بکنم بل من مقصد آشلی و مقبران نمونه مقصد بیتا کنی مثلا بلوچان دا اندینی همیشه گوما شاو کن که مانو میر چاکر و دودا و وغیره پورت پار بلی گو همیشه سرگار من نوکین چیز داته نکنه یه پدا نوانا همیشه گوما بلی تایت هم من فعلا ما تبلیغاتی گوشته بلی تایت اصلا شاگانی بی ندانم مزان تی ابر درست من ندانم تر یاده یا نه حتی من یاد من گوشت حتی من پیشنهاد کو یک دو تا پنگتانی در مجلس پیشنهاد کو قرار بر ایشه بود که من در مورد ملکان خبر بکنم یک دو جلسه حتی زبیر تعیین بود وجا ما ربط داریم هیچ پشت ما گذاری دشمن نمیستگه ما باشر من یه به چیز میر گازبخش بزنجو کتاب یا پاراگرافی هم فهم براتان که فکر کنم مثلا بلوچستان ها مثلا هر چکتا پنجابی हमारे बात बात ही तक ये मन टेलीफोन आ रहा है तैमूर खान मैार नहीं मन टेलीफोन में आ रहे हैं नहीं फवाब रहा था कि مثلا فکر کنم मैं बलूचिस्तान هیچ نقش نبیتا बलूचिस्तान تاریخ تو کا درو ارچی بیتا پنجول بیتا فوج بیتا بغیر میر گازبخش بزنجو یکی چه سیاسی ترین یعنی بدون شک بدون هیچ شک تردید یکی چه زانتکار ترین بلوچ چوکی بیتا یعنی بلوچستان پیدا کتا تروچ مرچی بلاز دل صوتی بلاز زانت بلاز سیاسی گری بلاز کار سیاسی و تا مارک روچا آیا دو کوڈکن لوگ بیتا اشتی کو تیمور خان بار بار گوشتا ما واشتا مال نیستا یا اشتی لوگ بیتا یا کی چکم کی بچ کو چار بلوک پیبتا سمیٹ کے یہ واجہ تمامی دارایی بیتا میر غازبخش بیزنجو که امیدی که بنگلادش لوٹی بپروشی یا کی چا مذاکره کنندگان بی تو مزن مردمان بی که چینگو ایشی نفر بید چانگو آی نفر بید نفوذی بیده بین الاقوامی چه در رو ڈاکا و در که اسلام آباد در رو لاهور و در رو کوئٹه در رو کراچی گو بوٹوا 24 سال شپرول گاپ جان گورنر بھی بلوچستان ہے ہزار یعنی چی حیثیت سیاسی بھی تھی یہ مرد گوشی گوشی the language issue زبان موضوع لوٹی گوشی نیپ مشی نیشنل الائنس منیر نیشنل الائنس پاکستان اچھی چیزی خلاصہ ہے نیپ گورنمنٹ حکومتی بھی کہ درو وار بام پختون مختون بلوچ وغیرہ وار بام بوٹو خلافا بلوچستان اور کے پی کے خیبر پختونخوا کابل سرحد بھی ہے حکومت نیپ بنائیں ان پٹھانان ملک بلوچستان نہیں ہے نیپا کچھ نیپ گورنمنٹ اشک میر گورنمنٹ پریزنٹ جو گورنمنٹ بھی وزیر اطلاع منگل وزیر اعلی بھی نیشنل عوامی پارٹی آفرین National Awami Party. Government alleged failure to declare Baluchi as the official language of Balochistan. Gushi معیاری کنن نپا که پسی بلوچی زبانی میچی نکتا قومی زبان اعلام نکتا بلوچانی. Balochistan was the target of criticism in certain circles. لاتی چه دائریاں سیاسیوں کی مار معیاری کنن که نپا پسی بلوچستان بلوچی زبان اعلام نکتا قومی بلوچستان زبان. You don't forget the Baluchi language is not a developed language like Sindhi or Bengali. Baluchi زبان چو من سریانه بنگالی یک سندی دابد چیم پیشرفتین زبان نه بلوچی چیز مشه it is still in its developed it is still in its very early almost infant stage of evolution she daniga होती ama नवजाती मिची तो के ama elementary ama नवजाती سن तो के बलूचिन पेशाबते जुबान न चु सेंदी एक बंगाली एक उर्दू एक शानी का obviously कथी तौर पर in its present condition of development the Baluchi language could not have served as the official language of the province she ظاهر है ये मीज़ान चा
توانمندی‌ها که اولی استیج این تو زندمان اگه بلوچ زبان نارنگ الفبای نارنگ کتابت نارنگ زانت نه گرامری اشیا چطور مثلا ما بکتیم به عنوان زبان رسمی یک مشکلی من یه بیتا یعنی نوشی مثلا من پنجابی ناشتا یا پوجا ناشتا نوشی ما کت نکتا we couldn't do that وشی نه ما یعنی کت نکتا let me elaborate من نوشی بله من کمو گشتر رون دیما توضیح دیدن when the British came to Kalat Balochistan وادی بریتانیای کلات بلوچستان آتا they replaced the then prevailing official language Persian with Urdu وشو وادی که برطانیای آت کن کلاتش گه آوهدی پیشته وشان آئیگا فارسی زبان کلات رسمی زبان بلوچستان के बदल को उर्दू को अंग्रेज़ा उर्दू had been the official language of Kalat Balochistan निगुड़ क्षमा वादिगा छो करीब योदी मीर गौरबख्श साहब गुशी नी तकरीबन 7 साल नी गुआस्ता चा ज़माने का ना 1900 तकरीबन 50 खोर्दी 1850 खोर्दी ब्रिटानिया ने गिरी ये मुल्क तब तानी ये दी मीर साहब अबरैन तबता 1839 1839 अमीचो साल निगुशी yapın ordu bir takalat हैं पता उर्दू फारसी बदले हैं ते अंग्रेज़ों उर्दू कुता गुड़ो ना in Senda where Sindhi was a fairly developed language the British replaced Persian with Sindhi and until the British left the subcontinent Sindhi continued to be the official language of Sindh which is the Britannia Farsi Sindh तो का Sindhi को बदलता Sindhi पर्ची के कामयाबी तेरे ज़ुबान तो वो Sindhi मान पास का अपता Burman Zuban Rasmi Senda Senda Alatu. The language which the people of Balochistan were conversant with, she Balochi Zuban, Balochistan, Balochan Wadmota Gap Jata, and which was in use outside Balochistan also, was Urdu. Which language asli Balochan Wanta Barta Balochistan Toka, Balochi Bita, Baladan Balochistan, Balochan Urdu Kuta. Besides, Eshancha Bagair Gushi. The majority of government employees या अक्सरियत दौलती कारमंदा in Balochistan तो का had no command over English शाह अंग्रेजी न जानता रंगा पदा the official directives in English sent from the secretariat to remote administrative centers of the sprawling provinces couldn't be read and understood by the local employees government functionaries विषय माँ मसलन ये दूरा उपतादीन जागा अंग्रेजी मतून वगैरह रहता है आया हाँ नफा हमें तक ये मार दो मजबूर थे कि यानी ची इस्तेफादा बकना रजा को वास्ता किताब देके इस्तेफादा करता बफामा कमी नामा तुर्का हम तो का ची नवेस्ते अब तक कारमांदा दारी हाँ अंग्रेजी न जानता so ये फहमा उसी in my capacity of governor Balochistan उसी मैं बोलना Governor Balochistan, I issued an order. Maya Dasturi Sadar ko, the while Baluchi will be eventually, I issued an order, the while Baluchi will be eventually, will be eventually with the official language of Balochistan. ये बी गेशियम पेरेक्टर चाप वाला उसी में ऑर्डर बोनन गवर्नर सादर था कि हर सन के नायतन मा बलूची जुबान रस्मी बलूचिस्तान करें भले meanwhile हमें अदारकी until it is developed تا زمان एक बलूची कामिल वतरा रोस्ट बदा और मर्दुम बपामा नवेस्ट बकना and is able to meet the requirements of official language यानी बोनन रस्मी जुबान वो तिकाराया कोट बका Urdu shall be the official language of Balochistan in place of English. Urdu गुड़ा बजाय अंग्रेजी कम से कम उर्दू इस्तेमाल पची अंग्रेजी न फहमता है कारमांदा अंग्रेजी से न जानता ना निमा मजबूर बिते अंदर नाकाम उर्दू बलूची है न जानता बलूच बिते अबर एक कुत्ता बल लिखावट है न जानता बलूची वो अंग्रेजी है न जानता के निमा मजबूर बिते चीव कने उर्दू अब कने निजाल बिशन नखोसवली रईस जमहूर आजम जुल्फकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी जमाना के भी
चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी, यानी कुदरत मंत्री मर्द भी आजमान का पाकिस्तान है बोटो, यानी निज़ामिया दस्त चेहरा हुकूमत दस्त ये ज़बरदस्त या जमान के बोटो कुदरत मंत्री मर्दम भी, यानी गुजरते मोस्ट पावरफुल civilian person in the history of Pakistan, यानी civilian कुदरत मंत्री शख्स की तारीख पाकिस्तान का भी था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी था एक दौर या ना, राना नशे ज़ियालक का आखिर नखुज़ीरी ज़माने का बड़ा ज़ियालक कैसी जा जान जान ना असं कुदरत दास्ता भी यानी हुकूमत को ना दास्ता भी यार चाप भी बार रास्त बार ये साक कुदरतमंद भी ताकतवर भी ना आवाम साक दास्ता भी 2/3 majority वोट कारी पर या ज़मान दिन कानून असासी हैं दिन का मुसावा भी और ना रांधा नमशे मुसावा नखोश वजीर की भी नहीं कानून असासी आर्ट का हमें ज़मान का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मार्शल लॉ यानी हुकूमती आम दस्तियारा भी निज़ामियाँ नहीं हैं ये निज़ाम हुकूमती मिशियन मिलिटरिस्टी मर्दों में मिलिटरी दस्तियारा बा और हुकूमत के दस्तियारी भी बोना रईस जमहूर पता ये फौजी दस्तियारा रांधा ने पीपल्स पार्टी इंतखाबात बा कम से बांग्लादेश जुदावी पता कैसा रंग रांधा से अदम साहब तसे कानून असासी आर्ट का नहीं कानून असासी मुताबिक इन नखोश वजीर भी तो रांधा से ज़ियाला का अदम साहब तला नज़र चोंता शशा अब तो नज़र सो अब तो आश्ता जिनको फांसी दा एदाम को खुलासा Gushini, after NAP came to the power, the NAP Gushi, I mean, National Awami Party, Takatal, Balochistan, the Balochistan government began to pay special attention to this issue. My Hasan Tawajjo Balochi Zubana Dagushi. Just, but obviously, Behral, over 9 months, it remained in power. Mafagat Chiefta, TM, Baz Kamta, very little could be done. Kamo and kar anjam dal parchime zaman no more gestine. Most of the time, gestine were engaged in wording of coward and overt attempts to paralyze and bring it down. Gestine time में gwasta pam sarka फिर कपा कुदरत दारगा या शिकाश चिल्ला यानी यानी गो गेस्ट को बोटो कहाँ लोटी मारा जाल बकाशी माल लोटी तरफदार है ना आलोटी नैप बकाशी माल लोटी तरफ पीपल्स पार्टी नैप खिलाफा ये पता है इसके बावजूद preliminary steps ابتدائي قدم were taken مچس كتام وشي شي books manuals كتاب وشي أمي ابتدائي were compelled on choosing the appropriate script and alphabets and proposals for the training of teachers and so on were considered in depth गुशीमा किताबानी लेके के वास्ता तो मुअल्लिम तालीम बने अवल से पूरा ज़बान बलूच दर्स बने ما زبردست شن واسطه متون تهیه کو که تو معلم آموزگار یاد بدن که چون بلوچی یاد بدن یه کار ما کد بشی nevertheless شش باوجود our Sendhi brothers میں برات Sendhi and also Mr. Bhutto جالب شن بشی میں Sendhi برات شش باوجود پدا شیا بغیر Mr. Bhutto جند thought فکر کو دلا that we were creating difficulties for them in Send گوشتی ما این واسطه مسئله پیدا کنگان سند تو که یعنی ما یہ کار کنگان بلوچی زبان में उर्दू और बलूचिस्तान ऐसा बात लोटे बोटो खिलाफ कदमी चेस करना कि सेंदा आयु वास्ता मुश्किल इजाद के परची सेंदा सेंदी उती जुबान एलाम कुता परची सेंदी पाकन जात ना वाना का निबिसा पेसरा तामरी ने कुता ना अंग्रेज जमाने का बलोचन ये कार ना कुता ना निबिशी मारदमा फेको कि ये कार मा कुता बोटो लोटे बोटो जरफा वाली को ने सेंद तो का Boto thought we were creating difficulties for them in Send by replacing English with Urdu as official language. But what I did, was precisely what Balochistan required and could afford at that point in time. बलूची मन यार आएंगे मकसद नहीं था कार्य कमान लड़ते बगैर खास फीसबिल्ला पा बलूचिस्तान खातर था बलूचिस्तान जुबान खातर था वो या जो यात्रा कुछ बोटो मनसर जांग जितना गुस्से मीर साहब ये चिकार है कुछ मीर साहब मन जानते मीर साहब ये चिकार है भी शुमा को मतलब चिकार हो जाए वैसे शुमा उर्दू में मैं गोटा लो अब कुता मतलब मन नाकाम भी था
گوشی وای یه رنده یه پنجابی ما گوشتا کفام ما سندی زبان چه دست پچگرن ماشتاش منظار ولی ما رو ناکامه ولی ما وقتی قدرت بگیر گڑو زبان بلوچی کنه بل انی ما رو فعلا طاقت نی چسکو ہے نا ये मेरी गौरव बेजान गुशी निगुशी ना पंजाबी हमारा नाश्ता जता कोष्टा फलांगता गोश बोरते हैं फाद बोरते हैं इधर नजोरी कामजोरी में वती बिते हैं बहुत जगह हजार जगह निमार तो इस्लाम का होता रहा ना तो उसका ओगता बगरीद फलां बगरीद तो जार भी तो श्यामा रहेगा बिस्तर सा देरान सा ये दावा नहीं ना जी बना तो علم جان تمام مکاتبات پیش از که انگلیس به کلاتویه به زبان فارسیه. تمام مکاتبات فارسی دری، یعنی فارسی نه، فارسی دری، یعنی و هسته هنگه شو هسته وجه من باید سه چهار تا از این مکاتبات می چپ کپتا فقط فارسی دریه. البته هنچه جاگه بوده که من مشکل بودم، حتی معنایم که مشکل بود. هنچ که واجه گوشته هنچ درست. ولی یک مصاحبه یک رد یک صاحبه هستد، من همین مصاحبه گوش داشت نزانم که سالیت من یاد نی در مورد براهویان گوشتی دراویدیه تا وقت نوشته چیزی در این کتاب اشاره بوده به میر صاحب که یه همین کرده یا نه در مصاحبه که من وش یاد گوشتی دراویدی. जी जी आओ ये आवर बिल्कुल बिल्कुल इसी आओ ब्रावी जुबान बिल्कुल मैं वांता दोस्त है जगह साहब या पर ये जाय काम ये ला उसी आओ बिल्कुल ये द्राविडी जुबान है जो शाखाई हिंदू ईरानी ज़ुबान अनगिन यानी फारसी ज़ुबान नहीं चुन बलूची साक नज़दीक फारसी आई ना नहीं ये दा ब्रावी कामिल वात वतवा सवात या दीरान ज़ुबान कामिल पक्का ज़ुबान दीरा अंचुक सिंधी अंचुक में ज़ुबान सिंधी अंग नज़दीक है ब्रावी साक दीर हैं ब्रावी हम आपको जुनूब हिंदी ज़ुबान हुआ हम द्राविडी ज़ुबान تو علم جان یک باستان شناسی ها بعضی وقتا برنامه هلی من چند بر رفته گو و جست بدم کرده و باید که من جعاد کرده یک دو تاریخ دانه یک باستان شناس که تاریخ دانا مثلا تاریخ چی کنه و بعد چی با باستان شناسی با علمی که هستی تایید که یا رد که کار نداری. همشی من در مورد همه آثار در بولان مهرگرشان جست کو گوشتی که من باید یک کسی افراد بتگاه سال هم گوشت مایی هم گوشت که از طرف هیئتی که فرانسوی یا ایتالیایی نام که کم شد یک من باید همراه بتگاه گوشت سالی هم نام ما ربطه بله ما باز کار کرده نکرده چون این گروپی سر لحت کار کرده بوده ما وقتی ربطه پده همشی بوده که من ندانه 1906 نام چه 2006 نام دیگه هشتن شد در همین مدت دیگه پدا مارج گشته که شما وضعیت در ناامن شما بروید من جز کو که رگوشا تاریخ بلوچ قدیمیه و شا بلوچ من گوشت گوشتی ها بین 9 تا 11,000 سال در خدمت هم و بلدچیان دی این ای گشته مال شرقه ای زبانه و من جرات نکردم در این مجلس هم چون کنم ولی خب چی چیز جوابیه که من این مرد دا و گوشتی بلوچان از نقطه نظر دی این ای چند جاگاز نامگی بلوچان ایدیم هم اثر هست در قسمت شرقی فلاتی اینا هم دی اینه بلوچان
و هم در قسمت غربی ایران بود که شام از عید وارد به با عادی بروه یا پدا برگرد در طول تاریخ. بله این مهرگیری ها که 9 تا 11 هزار ساله از نقطه نظر دینی گشته به مناطق شرقی هند، یعنی رسی افغانستان آخر هند و گشتر آدینه در صد و ها باره هیچ پیمیشه نیک ما که بکشی خالصه بله ایگه پی من جد چی تو ایگه پیت دیگه جوابی گشتی نیست کشی کمال شد تا آخر به کار نیست. جیرافت هم گشتی یک بری رفته رو فقط و این گپ یکی گفت اگر این گپ باستان شناس دیگه باستان شناسی ای و گشتی کار ما کامل نبوده حتی چیه گشت و از نظر ما او 2 مرحله 9 تا 11 این دوره تا آن دوره این شید به هر حال گپ یک ما را دوست و نبود ولی گو وای گشت دو بری گشت نظر این نظر چیه من اولی بهاری پاکنده بلوچ یعنی شوتگان پر پاشتارته یا براهوی نه این بلوچ باری که برا گشتی که آیا قدیمی تره براهوی 100% کردیم میتونست ها بلوچ گشتی آیا قدیمی تره بالکل آی و تازی آیا وصل که با ما شبخاره هست گشتی ها ایگری نه اصلا آی برای همه براهوی جز کن تاریخ باز دیرترین آه باز گشتی من آنچه بشم من کار تاریخ نی من بر مبنای این اسناد بشم و آی نامگه نام دانشمندانیگه نام کتابانیگه که بود کار کرده که دیگه پر رد دیگه نه آی وای تیمور با خان اکی ابر لوٹے اکی نه تا اسلام مثلا ये اسلام آت کا رندا ये पंजाब و सिंध و बलूचिस्तान यानी اسلام چ پیش ما قدیم पुराना जमाने का यानी मन जेंदा اعتقاد है कि यानी मैं बलूचिस्तान दा ये खलात दा ये सीबी डॉलर ये तो हिंदुस्तान अब गोम बिते हैं ये मुल्क पा हिंदुस्तान चेहरा बिते हैं ये तो खोजदार वगैरह ये बिल्कुल यहाँ यानी وجه हिंदुस्तानी इलाका बिते ये خیلی تردیدی خیلی چند بر حتی کندارش گمته کابلش با باز گمته او کندار و هو گندار نریش هم महाभारत जमाने का हंसते गंदार नरेश नाम इन बादशाह कंदार महाभारत जंग तो वो असं बायस जंग महाभारत हमें गंदार नरेश भी रही बादशाह कंदार है وجه کلاتش گمته وجه همه कौन گمته था बलूचिस्तान इन्हें इंदा من कौन لاتی همه بار تروسی پشت او ना नीचे बकना زای मन لکته जंगा पाद का آو جنگ پاید پشت زای لکته बिल्कुल آه. बलिन था मा कुरान केचा होता ये खोजदार हो कला था ये वजूदत बिल्कुल इंदा अंचो साफ सीधा गोमते हैं बिल्कुल تا بچه اگر با این با همه چی که الان شما فرمایش کن با بچاره بود که مرد گپ راستی نیست باستان شناسی बिल्कुल बात सुना 100% आई तहकीकात तो मुफ्तियां वरना तो चलो मर्दों ऐसा माँ बाज़ी किसी कि मार चीज़ा सियासी रंग दे ना माँ मुतालात तारीखी अकादमी का बेल उत्कारा का ना सियासत हम ये चीज़ें की वजह तो 50 साल जाए नेस्ते हैं सरजमीन तेगी अरूपा तो 5 साल नेंदे तो पासपोर्ट करे तो ये शहरवान दी सियासी आग का चक्कर तारीख है नजर फलान वगैरह और ये बिल्ली दानिशमंद उत्कारा बकना ना یک شب داشت که پیکو در مورد حکامرشیان و از عادی گفته تا به حکامرشیان دیگه دیگه از ما بهتر هم یحتاج بالا و سختش بگی اعتراض کن حتی دشوارش دار آین معتقدت کوروش آنچه که شما گوشه نه بر چه مبنایی شما کوروش مبنا قرار دهی شما باید تعجب کنم حالا که پیش از کوروش ماده حکومت میتونی سرزنی ولی شما ماده به بهکار کرده چرا شما جواب بدهید تصرفاتی بتا فلانی گشتی خشایارشا و داروش اول تصرفات بیشتر از کوروش بوده نمیگه
فلان چه چگوشی فلان چه چگوشی فلان چه چگوشی من گوشی منطقم که ایرانی ها به چه تاریخ مبنای و از 2500 خورده سال از حکومت کرشی گره راست توشی بالکل ها بالکل. همه که دوست نیست بایی گوشی در ده فلان در منطقه فلان این اثر هستن باستانی و فلان کس هم کتاب نوشته یک خارجی دو تا خارجی نوشته یک کتب ایرانی فلان سال فلان کس تشکر کرده ایشه تمام یک فیزیک داری بشی ما من گوش که من ندارم ولی به نظر من تو چه فکر کنه در مورد می سرزمین از نقطه نظر تاریخ باستان باشی من اعتقاد شخصی ایشه بلوچستان من فقط تا جیروفت و شهر سوخته ما ربطه نموشه شهر سوخته ما کار کرده محدود تو یک ماه خورده ولی من معتقدم که این منطقه ای که مروچی یعنی بگره مروچ تا افغانستان و بحر تا بلوچستان ایرانی بلوچستان و پاکستانی بلوچستان من معتقدم که تاریخ ایده اصلا نهفته زیر همه کوهانه زیر همه شرانه ما را آرزو که یک روچی این حکومت ها ایده بیاین تو کار بکنیم و مخصوصا همین منطقه که مروچ سیستان بشنیم سک تاکید هست که ایده به اعتقاد من گنج شیر همه پلکانه سیستانی بله حیف کشید حیف نه آدیمی ها پا کار هله نه ایدیمی ها ها سیستان سکین قدیمی ملکی بتا سکین قدیمی بتا تاریخی بتا اس تو که باستان شناسی کار بھی باز چیز در کے بل نیلن کولا مردگا. نعود جنگ واجه جنگ ای واجه ها نداد و ایشی تب بشه بریش توهین کو تو تو تاریخ داره آن روه به عنوان دانشجو تاریخی تو روه دانشگاه شروع کنه وانگا اولی واحده که تو باید چست بکنه ماده کورش میچی نه خامنشی نه اولی ترم تو انچو بسم الله انچو واحد گره تو باید دو واحد ماده پاس بکنه پیش زمینه نو رنده آدک ترم پا خامنشیانه گره تو ماده نوانه تر خامنشیان نده ماجی و اصلا تاریخ تو وانگا بچه مدا به آن ماده بچه که نه گب همشه گوشتی همشه یک چیه سیاسیه همشی وقت یک چیه سیاسیه چرا ماد میگی تو ماد فی سر بتنه تو تاریخ درس دیگه عملا نمیده بکنه گانگاه دانشگاه نه ماده درس اولا ماده نه تاریخ ایران بانون اولین قومی که حکومت شروع کن یعنی ماده ها اولین واحد دو واحد ماده رنده نیده که دو واحد پر اخوانشانه که ولی تو زندگی عادی اگنده 2500 سال مادگاری تاریخ تو درس روانه که دانشگاه اولا ماد شروع ہے ایران تاریخ گو ماده شروع بھی بل گپ تو کا گو خامنشی شروع بھی یہ یک تضاد تاریخ تو کن عجیب ہے کوروش احتمالا بخاطر یک نام میچی تو کا تورات ہے گو ات کا گو سائرس دی گریٹ ہمیں کم کے باعث بھی تھا کسی کم کے پربال بده ہمیں واسطہ یهودانی آزاد کرده بجه آه یهودانی آزاد با پرسپولیس تو کا بتنا فارس تو کا شیراز ایشن مرکز کو مادانی اونگو ایک متانا و مدانا مونگو بتنا یہ کم فارسی ترے ہیں یہ کم ایشن رنگ بو گیشتر ہیں پرسپولیس ده ایران مرکز ہیں شیراز ہیں و شاهان مزاد کا اسرائیل سنگت بیتا یهودیان پارتی بیتا سایرس دی گریٹ و پدا یا خامنشان یہ دوک موک در برابر بیتے ہیں آئی آدا و ایک متانا آرا میں نیستی آرنگی آثاری کشانی آثار گشتر ہیں یہ کتیبہ متیبہ و نظانو وجه همین تخت کانال جمشید خان سوه درمانگر سنگ منگ همین گشتر خشایار همین خشایار شده کانال سوه البته برایش حفری میکنم البته ایشی نه کنار همیشه
داریوش اول شو. यार मारे बोर्ड से उत्बू से सवार को मारा महांदिस्तान बोर मारते वैसे मार बोर्ड से हो जाए चैन चारा का उर्दू ये बाज बार नहीं मार बोर्ड से बलिया बड़ी खुलासा चमी बारा राह मदाश जाए नज़दीक तक चमशे ये मोल क्या मन शमोश्ता अमोल का चुगास्तिन दाश तो उत्बू से अमोल उस कम की दार है ना आप पवाई ताज़ा करने दा हुआ था लाती दोस्त महांदिस को हम तो मौजाला भी थे स्टैंड बिज़ाम तक कमर देखा मैं कहना ची yapta. Beni makeski chi kandu yapta. Jenkan para lagta hoja ye guams ancho orosh koshan ancho shan konret ye mandasan sak warta. Majib bane navo bela sak warta. Greham to sar kaptan pada utusa. Gezerasan arja roya abadi na chi मैं मुल्क दावा नहीं ना चार दराज को का चर kandu ye ki yapta. Mansmerdad şey hoca doşi to ma ja nafas ja das ja pod mar nabo to borda mamşe de kuetiye paçko mansmerdad majbur bitna post farman to wab kape mar kanun ya post farman ranında ecbar navad ayık gorja ay akni wab kapi agar wab kapi to goda dege mardu me bidari kumak ranında vad bu şey ko şufire çizi da bu तो आँचू वाव करते उतबू संचू इंचू मुसाफिर आँचू बियर आनंद जला दे अल्लाह नाम मन मजबूर तो شارك اوتوماتيكي اما تشيرا جاتو بريك كاشت متوقف کو دیگه وقت اینچو مردم لایکه چو بلوچستان هگا چو سورتی لگا علی کنری وغیره بلوچو موبایل والا وصل قادری پا دروشتن در رای تو اکا ادو داشتن لایکه مردم میرداد شا میربالاچ اجبا دیگه پر پوشت رانند پوشت نیچی فرمان معافسه جی هو فعلا ما برالاستو وصل قادر نيسي وصل قادر به شهری بواني ضابطه کنه میر بالاچ همشه هم واجه دادوار هم پشت فرمان های واب کرده مورد داده که واجه مکران